سلام دوستان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز قراره در مورد یه موضوع خیلی جذاب صحبت کنیم که خیلی ها ازم میپرسند، مهاجرت به آلمان برای تحصیل و اینکه چرا آلمان یکی از بهترین کشورها برای تحصیل دانشگاهی هست. خب بریم سراغ اصل مطلب. توی این ویدیو قراره چند تا از بهترین دلایل برای مهاجرت به آلمان به عنوان دانشجوی دانشگاه رو باهاتون به اشتراک بذارم و همچنین در مورد مزایای تحصیل توی این کشور صحبت کنیم. 1. تحصیل رایگان یا کم‌هزینه در دانشگاه‌های آلمان. یکی از مهمترین و جذابترین نکات درباره تحصیل توی آلمان اینه که بیشتر دانشگاه‌های دولتی آلمان رایگان یا با هزینه خیلی کم هستن. حتی برای دانشجوهای بین‌المللی. درسته شما میتونید توی دانشگاه‌های معتبر و با کیفیت آلمان تحصیل کنید بدون اینکه هزینه‌های سنگین دانشگاهی پرداخت کنید. 2. کیفیت بالای آموزشی. دانشگاه‌های آلمان از نظر علمی و تحقیقاتی رتبه‌های بسیار بالایی دارند و توی جهان شناخته شده هستند. این یعنی وقتی شما توی آلمان درس می‌خونید نه تنها دانش آکادمیک فوق‌العاده‌ای دریافت می‌کنید، بلکه روی کارهای عملی و پروژه‌های تحقیقاتی هم کار می‌کنید که تجربه شما رو چندین برابر بهتر می‌کنه. 3. زندگی در کشور پیشرفته با کیفیت بالا. یکی دیگه از مزایای مهاجرت تحصیلی به آلمان اینه که شما توی یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا زندگی می‌کنید. آلمان به خاطر سیستم حمل و نقل پیشرفته، شهرهای زیبا و تاریخی، فرهنگ غنی و استانداردهای بالای زندگی شناخته شده است. همه اینها تجربه تحصیل شما رو جذابتر می‌کنه. 4. فرصت‌های شغلی بعد از تحصیل. یه نکته مهم اینه که بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه‌های آلمان شما فرصت خیلی خوبی برای پیدا کردن شغل دارید. بازار کار آلمان مخصوصاً برای تخصص‌های فنی و مهندسی خیلی قوی هست. آلمان به دانشجوهای خارجی اجازه میده تا 18 ماه بعد از فارغ‌التحصیلی توی این کشور بمونن و کار پیدا کنن. 5. محیط بین‌المللی و چند فرهنگی. آلمان کشوری هست که دانشجوهای زیادی از سراسر دنیا به اینجا میان. این یعنی شما توی محیطی بین‌المللی و چند فرهنگی تحصیل میکنید، با فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف آشنا میشید و ارتباطات جهانی ایجاد میکنید که میتونه توی آینده شغلی و شخصی شما خیلی تاثیرگذار باشه. 6. پیشرفت در زبان آلمانی. درسته که توی خیلی از رشته‌ها در دانشگاه‌های آلمان میتونید به زبان انگلیسی درس بخونید، اما یادگیری زبان آلمانی یه مزیت فوق‌العاده است. چون آلمانی نه تنها توی آلمان بلکه توی خیلی از کشورهای اروپایی استفاده میشه و یادگیریش میتونه شما رو توی بازار کار جلو بندازه. 7. ویزای دانشجویی و امکان سفر در اروپا. با ویزای دانشجویی آلمان شما به راحتی میتونید به کشورهای دیگه اتحادیه اروپا سفر کنید. این یعنی تعطیلات و آخر هفته هاتون میتونید به کشورهایی مثل فرانسه، هلند، ایتالیا، اتریش و سفر کنید و از فرصتهای بی‌نظیر گردشگری استفاده کنید. خب اینها چند تا از مهمترین مزایای تحصیل در آلمان بودن. اگر قصد مهاجرت تحصیلی دارید حتما آلمان رو توی لیست خودتون داشته باشید. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی مطلع بشید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید و خداحافظ.